سلام دوستان، امیدوارم خوب باشین. این ویدیو در مورد اندیکاتور هست، اندیکاتوری که در اختیارتون قرار داده میشه و قبلا هم در موردش صحبت کردیم در ابتدای دوره. این اندیکاتور در اصل میتونه که جلوتر رسم کنه خطوط ایچیموکو رو. خب از این لحاظ خیلی خوبه، به خاطر اینکه با توجه به اون مبحثی که ما داریم و در مبحث جابجایی مثلا کیجونسن از انتها، خب این به شما کمک میکنه که بدونید که چه اتفاقی میفته. برای استفاده به نظر من، چون وقتی که این اندیکاتور رو میندازید فقط خطوط رو به شما نشون میده، شما خودتون اون اندیکاتور ایچیموکو رو میتونید بندازید رو چارت، اندیکاتور ایچیموکویی که خودتون دارید و اندیکاتوری که حالا داده میشه به شما در اصل دو تا اندیکاتور هست، یک اندیکاتور هست با دو تا اسم مختلف که بتونید استفاده کنید. اعداد دیفالت رو من براتون حالا نخوده، اجازه بدید من اندیکاتور رو بیارم. خب الان یه دونه اندیکاتور که حالا اسمش هست اسپیس ایچیموکو اسپن A و B پردیکشن، و یکی هم اسپیس ایچیموکو کیجون و تنکن و کوالیتی. خب ما اگر اینو الان بازش بکنیم، ببینید اعداد دیفالتش، یا الان اگرم فکر میکنم اعداد دیفالتش رو همینجوری قرار دادم، ولی اگر وقتی باز کردید اعداد دیفالتش غیر از این بود، به این صورت قرار بدید. این اندیکاتوریه که کیجون و تنکن است. 9 پردیکشنش 2 شیفت 0، یعنی ما به جلو نمیخوایم شیفت بدیم. 26 6 تا کندل جلوتر رو نشون بده. 0 خط میانیش رو برای این اندیکاتور 0 قرار بدید و 26 رو 26 تا شیفت میدیم به جلو و 6 تا کندل جلوتر رو نشون بده. این میشه از این اندیکاتور. اندیکاتور دوم که اندیکاتور اسپن A و B هست، شما 9 2 و 0 شیفتش 26 و یعنی 9 رو 2 تا جلوترش رو میکشه، شیفت 9 0 26 تا 6 تا جلوتر میکشه و شیفتش 0 و بعد اینجا میانگین این دوتا رو 26 تا شیفت میده جلو که میشه اسپن A. خود 52 رو 12 تا کندل جلوتر میکشه و شیفت میده 26 تا جلوتر. پس ما اگر این دوتا اندیکاتور رو بندازیم، این اندیکاتور ایچیموکو رو هم که خب خودتون دارید، خود پلتفرما دارن و این اندیکاتور هم برای MT4. خب اینجا پس تنکنسن رو 2 تا کندل جلوتر میشه. حالا شما رنگ‌ها رو میتونید عوض کنید تا متوجه بشید از کجا به کجا. مثلا من رنگ‌های متضاد دادم، چون تنکنم قرمزه ولی اون پردیکشنشو کردم آبی که بفهمم این دوتا پردیکشنه، و کیجونم هم آبیه. این رو اون اندیکاتور جدیده کردمش قرمز که بفهمم این 6 تا پردیکشنه. اینجا که خب کوالیتیه که خب دقیقا همین رو 26 تا بره جلو، و وقتی که شما این اندیکاتورها رو بندازید رو اندیکاتور ایچیموکو عادی که هست، خب این اسپن بی رو ادامهشو برای شما میکشه و اینجا هم اسپن آ رو و اسپن بی رو برای شما میکشه و اسپن آ رو هم 2 تا کندل جلوتر رو هم برای شما میکشه. این برای تایم فریم دیلی هست، یعنی اگر شما اومدید این رو برای تایم فریم 4 ساعته خواستید استفاده بکنید، اینجا ببینید چون تایم فریم وقتی ما هر چقدر تایم فریم رو میاریم پایینتر، عکس العمل های بازار سریعتر میشه. خب و اون بازه های زمانی سریعتر ممکنه پر بشه با توجه به عکس العمل قیمت در لایو مارکت. برای همین من دیگه وقتی اینو بخوام بیارمش توی 4 ساعته، دیگه کیجونسن 6 تا در نظر نمیگیرم، تنکنسن 9 تا در نظر نمیگیرم. 9 میکنم 1، یعنی 1 کندل جلوتر به من نشون بده. کیجونسن رو هم میکنم 3، یعنی 3 کندل کیجونسن جلوتر به من نشون بده. بس ما میخوام ببینیم که اگر که از انتها کیجونسن میخواد جابجا بشه، و شما 3 تا هم بدونید، برای 3 تا 4 ساعت جلوتر هم بدونید بس.
و به همین صورت اسپن بی رو میکنم 6 عددشو و خب چون اینجا تنکنش یکه اسپن آ رو هم 1 نشون میده. خب بعد کوالیتیش رو هم که به همین صورت همون عدد خود کیجونسن که 3 هست میدم. برای تایم فرم پایین تر از 4 ساعته به نظر من در ابتدای حداقل برای چند ماه از این استفاده نکنید، چون غیر از این که شما رو اذیت کنه چیز دیگه ای نداره. ولی وقتی باهاش درک کردید که خب چجوری میخواین ازش استفاده کنید جدای از مطالب دوره، بعد میتونید ببرید تایم فرم های پایین تر. تو بر اساس مطالب دوره هم که این کاربردش در چند جا هست. یکی این که ما در جابجایی از انتهای کیجونسن رو میخوام بدونم دیگه احتیاج شما دستی رسم کنید. و کراس ها، حالا مثلا تایم فرم پایین تر باشه یک کندل تنکن یک کندل کیجن رو هم جلوتر نشون بده به شما متوجه میشید که مثلا یک کندل بعد میخواد کراس اتفاق بیفته، 2 کندل بعد میخواد کراس اتفاق بیفته. مثلا تایم فرم دیلی باشه تا 2 کندل جلوتر خوبه. بیشتر از این چون ممکنه مثلا دارم میگم شما اینو ببرید 5 دقیقه، خب از 5 دقیقه با یه حرکت شارپ میاد مثلا این کف رو میزنه خیلی راحت. خب بعد اینجا وقتی میاد اینو میزنه تمام اون پردیکشنی که انجام داده از بین میره و شما رو اصلا باعث یه سردرگمی میکنه. ولی در دیلی این نمیشه، یعنی معمولا همچین اتفاق نمیفته مگر یک اتفاق بسیار عجیب غریبی در مارکت بخواد اتفاق بیفته که مثلا دارم میگم روز بعد اینو بیاد مثلا این مقدار بیاد پایین، که خب معمولا این اتفاق نمیفته. حالا توی گذشته هم برید ببینید این اتفاق معمولا نمیفته و برای همین خب تو تایم فرم دیلی وقتی این داره میگه 2 تا جلوتر یعنی از 9 اینجا داره مثلا به شما میگه هنوز فلته، مثلا وقتی برسه اینجا احتمالاً میره بالا، یا 26 که این داره نشون میده مثلا برای اینجا هاست. خب این دیگه مارکت که از اینجا نمیاد تو دیلی یه دفعه بیاد مثلا تو یه روز این کفو بزنه این مقدار بریزه. پس این پس معتبره وقتی به شما میگه که کیجون مثلا برای دیلی مثلا 2-3 روز آینده به این شکله، این معتبر میشه و به شما یک راهنمایی میکنه برای محاسبات دیگه تا شما دستی محاسبه کنه، نه به این معنی که قطعی و 100% کیجونسن و تنگسن به همین سبکی که این داره نشون میده حرکت میکنن، چون این بر اساس گذشته مارکته. ولی جالب برای کاربردش برای جابجایی از انتهاست. پس تایم فرم اگه دیلی باشه کاربرد خوبی داره، H4 باشه کاربرد خوبی داره. برای H1 به پایین به نظر من و یا حتی H4 به پایین دیگه خیلی ریسکی میشه و اصلا استفاده نکنه در ابتدا. اول شما برای همون دیلی استفاده کنید جا بیفته براتون، بعد بیاید H4 جا بیفته و شاید مثلا بعد از 6 ماه بتونید بیاریدش اینو تایم فرم های پایین تر از 4 ساعته. خب حالا بیشتر از این دیگه توضیح نیاز نیست برای این ویدیو به نظرم، چون فقط معرفی خود اندیکاتور بود که حالا باید بتونید اندیکاتور رو چجوری استفاده بکنید. اندیکاتور هم که بهتون داده خواهد شد. اندیکاتور هم فقط مخصوص MT4 و ورژن دیگه ای رو من تبدیلش نکردم، یه ورژن هم برای خودم دارم که اون مخصوص FXCM که خب فکر میکنم حالا دوستانی که تو ایران هستن که خب FXCM استفاده یعنی پلتفرم FXCM رو استفاده نمیتونم بکنم. خب اینم از این و بقیه مباحث که خب شما میدونید از این اندیکاتور در راستای مباحث دوره استفاده کنید. تا ویدیو بعدی موفق باشید.